سلام، یه انیمه 64 جدید با هم هستیم. این قسمت میخوام به شما انیمه هلسینگ رو معرفی کنیم. این اثر اولا تو قالب مانگا سال 1997 و 2009 و نویسندگی گوتا هیرانو توسط انتشارات گاهوشا منتشر میشد و خب طبیعتا تم داستانش هم خوناشام و هیلاس، پس یادتون باشه کارکار بزرگسال، کارکار خشنیه و خیلی کار جدیه. این داستان بر اساس خانواده هلسینگ نوشته شده و هیچ ربطی به اون هلسینگی که شاید توی داستان‌های اصلی بوده نداره. یک جسدی رو یک دختر خیلی باهوشی به اسم سر اینتگرا وینگت هلسینگ پیدا میکنه توی انبار خونه که اون رو بهش جون میده و اون جسد زنده شده حالا از اون حمایت میکنه و ازش دفاع میکنه در برابر دشمنانش. اسم این جسد هم جالبه، آلوکارده، این خوناشام معروف. و اگه این اسمو بنویسین و برعکسش کنین متوجه میشین که اون کیه. یه سری دشمنان هم داره که یکی از اصلی ترین دشمنانش هم رهبران بخش 13 بادی کنن. کار خیلی جذاب و خوبیه و حتما اون رو ببینید.